حکم حرام و حلال در اسلام یکی از احکام مهم و جزء اصل عقیده اسلامی است که هر مسلمان باید بدانه. وقتی که ما شما میگیم لا اله الا الله، نیست هیچ معبود بر حق به غیر از الله متعال. تمام مخلوق و اسباب و اشیا به هیچ یک از صفات الله متعال شریک نیستند و تصرف ندارند و هیچ کدام مستحق صفات الوهیت و ربوبیت و مستحق صفاتی که الله متعال داره این مخلوق نیست. پس تمام مخلوق رو ما از عبادت و اطاعت در برابر امور الله متعال همه را نفی میکنیم. یعنی هیچ مخلوق قابل اطاعت نیست به درجه الله بودن که از او اطاعت بشه و هیچ مخلوق مستحق عبادت نیست. تمام مخلوق نفی میکنیم. لا اله، تمام مخلوق نفی است که اینا با الله شریک نیستن، در صفات الله شریک نیستن، در فعل و افعال الله شریک نیستن. پس وقتی که میگیم اله کیست، اله معبود بر حق است و قانون ساز است. این الحکم الا لله، تعیین کننده هر حکم و احکام و قانون اسلامی الله متعال است. این حال باید ما و شما یکی از کلیات حکم قرآن کریم و عقیده اسلامی رو در اینجا بفهمیم. الله متعال تعیین کننده حرام و حلال است. هرگاه که ما یک چیز حرام میگیم یا حلال میگیم، باید از آیات قرآن و از احادیث حکم او رو بفهمیم یا از علمای ربانی و حقگو رو پرسان بکنیم که او با دلیل یک عمل حرام بگیم، حلال بگیم. اگر حرام از پیش خو حلال بگیم، حلال حرام بگیم، کافر میشیم. چرا کافر میشیم؟ به واسطه که ما دعوای صفات الله رو برای خود نسبت کردیم. یعنی گفتیم که من اله هستم، من الله هستم. این الحکم الا لله، تعیین کننده حکم الله بود، من تعیین کننده حکم هستم. یعنی نعوذ بالله خود با الله چی کردیم؟ اعلان کردیم که من شریک هستم، نعوذ بالله، یا من خودم الله هستم. به این واسطه حرام و حلال میگیم، حلال حرام میگیم، به کفر داخل میشیم. مثال اله تعیین کننده حق و باطل است. هر چی که حق میگیم یا باطل میگیم، اجازه نیست که از احساسات خود و از فکر خود یا این تو یک چیز حق و باطل بگیم، یا هر چی که کفار باطل گفت ما باطل بگیم. مثل که امروز کفار تبلیغات میکنن، مجاهدین واقعی رو بدنام میکنن، حتی نظام های واقعی خلافت اسلامی رو بدنام میکنن، مردم تایید کرده میره، صحیح نمیکنه که این کافر گفته یا مسلمان گفته، دشمن الله و رسول گفته یا ما گفتیم. وقتی که تصدیق شما با تصدیق یک کافر یک چیز شد، پس شما در کفر او صادق هستین، یک چیز هستین. اگر تصدیق شما با تصدیق الله و رسول مؤمنین یک چیز شد، پس شما در ایمان داخل هستین و جمله مؤمنین هستین. حق و باطل، هر چیزی که حق میگیم یا باطل میگیم، بعد از آیات قرآن و از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم و اجماع صحابه باید دلیل داشته باشه. به هر حد که مفاهیم علمی رو میفهمین باید بفهمین، هر اندازه که نمیفهمین باید او رو پرسان بکنیم از کسایی که اونا علمی حرام و حلال دارن. حق و باطل باید از با دلایل حق و باطل بگیم، یعنی باطل حق نگیم، حق باطل نگیم. اگر اینطور گفتیم باز با کفر داخل میشین. چرا؟ که شما خود به صفات الله خود داخل کردیم نعوذ بالله، یا میگیم که من مستحق یعنی الله بودن ما هستم. الله یک چیز حق میگه تو باطل میگه، الله باطل میگه تو حق میگی. مثل که الله میگه کفار باطل است، یک عده میگن نه حق است. الله میگه کفار دشمن شما، اونا میگن نه ما صلح میکنیم، دوستی میکنیم. مثل که امارات کفر میکنه و همیشه کرده کفر. الله میگه بجنگ، نه میگه نه، به جای جنگ ما صلح میکنیم. اگه این صلح جایز بود خب 20 سال پیش چرا نکردی؟ یعنی 20 سال پیش چرا اینقدر چی میکردی؟ این شریعت خال نازل دوباره آیه جدید بود و نازل نشده دیگه. وقتی که نمی صلح به اسلام بود میره 20 سال پیش میکردی، 20 سال چرا مبارزه کردی؟ باید یک مسلمان عقل سلیم داشته باشه. الله تعیین کننده حرام و حلال است، حق و باطل است، کفر و ایمان. هر چیزی که کفر میگیم باید همون چیزی را کفر بگیم که الله کفر گفته باشه، رسول الله کفر گفته باشه و صحابه کرام کفر گفته باشه و با دلیل آیات و حدیث کفر او ثابت بشه. مثل که امروز کل علمای ربانی و اکثر علمای اهل حق که از مرگ نمیترسن، واقعا میخواین حق علم ادا بکنن، امارت کافر مرتد میگن. چرا میگن؟ به واسطه که الله متعال در نص سری قرآن سوره مائده آیت 51 میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان لا تتخذوا الیهود و النصارى، نگیریم یهود و نصارا را اولیاءهم به دوستی، بعضهم اولیاء بعض، اینا در بین یکدیگر دوست هستند. فمن یتولهم منکم، هر کس از شما با اینا دوستی کرد، تابعداری کرد یا از اینا دفاع کرد، فانهم منهم، از جمله یهود و نصارا شد. پس سوال همین است که تمام کفار دنیا دشمن الله و رسول هست یا نیست؟ آیا سازمان بین الملل کافر حربی هست یا نیست؟ پیمان ناتو را اکمالات میکنه یا نمیکنه؟ تبلیغات به ضد اسلام میکنه یا نمیکنه؟ کمک مالی به ضد اسلام میکنه یا نمیکنه؟ پس وقتی که امارت با اینا صلح کرده و دوستی کرده و از اینا اطاعت میکنه و اینا رو به رسمیت میشناسه و بعضی از قوانین و دساتیرشون رو قبول میکنه، پس تحت حکم از آیت به کفر اکبر داخل است دیگه. اگر نفر به کفر ازی شک میکنه، شک به می آیت است، با آیت یقین داره، باید کفر از اینا رو تصدیق کنه. حالا کم و زیادش مهم نیست که اینا زیاد هستن یا کم هستن. این تمام مخلوق بیای کفر کنه کفر است. اگر نیم نفر یک نفر بیای ایمان رو تایید کنه، همون نیم نفر هم یک نفر مورد پسندی الله متعال است. پس ما از اکثر متاثر نمیشیم. در روی زمین 5.5 میلیارد کافر است، 1.5 میلیارد مسلمان است. پس حرام و حلال که میگیم باید از
جانب الله حکمش تعیین میشه. و حق و باطل و کفر و ایمان، دوستی و دشمنی. الله متعال میگه که الله دوست شماست، رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست شماست و مسلمین دوست شماست. شیطان دشمن شماست و تمام کفار روی زمین دشمن شماست. اما این حکم دوستی را به دشمنی تبدیل کردن، دشمنی را به دوستی تبدیل کردن، انسان از اسلام بیرون میشه. مثل که امارت خودش در کفر داخل است. مسلمان های موحد و یکتاپرست که با کفار دشمنی میکنه، اینا دشمن خود میگه. خوارج میگه، باطل میگه، یاغی و باغی میگه. به اصطلاح خود اینا با مصلحت و با پیمان کفار با اینا میجنگه و جنگ میکنه. و کفار که الله اونا رو دشمن میگه با اونا دوستی میکنه. الله متعال میگه اشداء علی الکفار، با کفار سختگیر باشین. واغلظ علیهم، ای پیامبر با اینها سخت بگیر. اما اینا میایم به هست میگیرن به ضدی از او. الله متعال میگه اجازه نداره ما کفار اطاعت کنیم. الله متعال میگه که کسی که از یهود و نصارا از شما راضی نمیشه تا زمانی که شما از او تابعداری نکنید. وقتی تابعداری کنید از جمله همونا میشی. پس اینا صفات کفر به ایمان، ایمان به کفر، دوست به دشمن، دشمن به دوست تبدیل کردن، این در صفات الله تغییر آوردن است و در شریعت الله تبدیلی است و این کفر اکبر است. همینطور است که کفر و ایمان الله متعال تعیین میکنه. هر چی که الله کفر گفته باید ما کفر بگیم، آنچه که ایمان گفته ما باید ایمان بگیم. ثواب و گناه، هر چی که الله متعال میگه که اجر از ثواب است باید ما او ثواب بدونیم. آنچه که گناه گفته باید به گناه بودن از ما عقیده داشته باشیم. یعنی الله جل شانه را صادق بدانیم و بدانیم که سخن او حق است. پس یکی از کفر بزرگ امارت که در حکم حرام و حلال است که تریاک حرام است، تجارت او حرام است، کشت او حرام است، معامله او حرام است. اما اینا این حرام چی میگفتن؟ حلال میگفتن. و از تریاک چی میگرفتن؟ زکات میگرفتن. و همه حرام کی بر اینا حلال کرده بود؟ و ملاهایشان و قاضیایشان و عمرایشان کرده بود. چرا؟ اینا عمرا و ملاهای خود به درجه الله بودن قبول کرده بودن. اونا دعوای الله بودن کردن، اینا بندگیشون قبول کردن. پس این دیگه کفرشون است که الله متعال دوستی رو با کفار حرام کرده، اینا خودشون حلال کردن. به پاکستان زندگی می‌کردن 20 سال با او کفار پاکستان، با نظام سیاسی، با نظام روس و انگلیس پاکستان دوستی داشتن، با نظام طاغوتی کفری روافض ایران دوستی ارتباط داشتن. با اونا دوستی می‌کردن در صورتی که دوستی با اونا حرام بود و کفر بود. اما باز با کسایی که در داخل افغانستان چی میکرد؟ با آمریکایی‌ها بود و همون نظام طاغوتی کفری پیشتر که بود، نظام اشرف غنی و کرزی، باز به اینا دشمنی میکردن. چی واسه دشمنی میکرد؟ میگفت که اینا تابعدار آمریکایی‌هاست و خودشون که تابعدار انگلیس‌ها بود و تابعدار روس بود، بازی را کفر نمیدونستن. یعنی کفر خود دین میگفتن، کفر دیگران را کفر میگفتن. به این مناسبت باز مفتی‌ها و ملاحظ چی میکرد؟ حرام و حلال میکرد، حلال و حرام میکرد، جایز و ناجایز میکرد، ناجایز جایز میکرد. کفر ایمان میگفت، ایمان کفر میگفت، دوست دشمن میگفت، دشمن دوست میگفت. و دعوای الله بودن میکردن، دعوای اله بودن میکردن و باز دیگه افرادش چی میکرد؟ او را تصدیق میکرد. به این مناسبت است که یکی از دلایل بزرگ سری کفر امارت طالبان همیست که اینا حرام حلال از پیش خود تعیین میکنن، حق و باطل از پیش خود تعیین میکنن، دوستی و دشمنی را از پیش خود تعیین میکنن، ثواب و گناه را از پیش خود تعیین میکنن، به غیر از آیات قرآن، به غیر از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. الله جل شانه ایمان ما و شما را حفاظت بکنه و توفیق بده که ما با مسلمین دنیا دوستی داشته باشیم و با کفار دنیا دشمنی داشته باشیم. چنانچه که الله متعال در سوره مائده آیات 54 و 55 و 56 حکم این مسائل بیان کرده و در آیات خیلی زیاد در قرآن کریم.